سلام نازنینای، امیدوار هستم همتان جور و صحتمند باشین. به یکی از رسیپی های دیگه ما خوش آمدین. امیدوار هستم از این ویدیو لذت ببرین و ویدیو را تا آخر ببینین. در این ویدیو رسیپی ای کپکیک خوشمزه و خوش رنگ همراهتان شریک ساختیم. فقط یک بار ای کپکیک ها را آماده بسازین، امتحانش بکنین. مطمئن هستم که همیشه بار برتان آماده می سازین، به خاطر که قدر نرم و خوش‌طعم است که از مزهش اصلا سیر نمیشین. پس ویدیو رو تا آخر ببینین. ما مواد دقیق برتان گفتیم که از مواد نه زیاد باید اضافه بکنین و نه کم، به خاطر که چون این مواد دقیقش هست عین نمی چیزی میآید اگر موادش دقیق به همین اندازه اضافه بکنین. در ادامه برتان میگم که به کدام مواد ضرورت داریم. به خاطر آماده ساختن این کپکیک های خوشمزه به 2 عدد تخم مرغ، نیم پیمانه شکر و یک قاشق چای خوری عصاره وانیل ضرورت داریم. اگر عصاره وانیل در دسترس نداشتین هیچ فرق نمیکنه، از پودرش استفاده بکنین چون او هم عیناً همین کارا میکنه. دیگه هر سه مواد خوب مخلوط بکنین تا که رنگ زردی تخم کمی روشن‌تر شود. بعد هم بالایش نیم پیمانه روغن اضافه بکنین و دوباره مواد مخلوط بکنین. هر مواد که اضافه میکنید باید جدا جدا مخلوطش بسازین. همچنان به 1/3 پیمانه شیر ضرورت داریم. و همچنان در آخر هم به 1.5 پیمانه آرد ضرورت داریم که پیمانه اول اضافه بکنین و مخلوطش بسازین. پیمانه دوم آرد کم کم اضافه بکنین تا که یک خمیر نسبتا نرم به دست بیارین و از پیشتان خمیر سفت نشه. آرد به می اندازه کافی است، دیگه اضافه نکنین. فقط در این قسمت یک قاشق چای خوری بیکینگ پودر اضافه بکنین و دوباره مخلوطش بسازین. خمیر که کاملا آماده شد داخل قالب کپکیک پیپر بانین و به اندازه 2 قاشق غذاخوری از خمیر اضافه بکنین. زیاد اضافه نکنین به خاطر که در جریان پخت پف میکنه و اگر زیاد بریزین خمیر در جریان پختن از قالب سر میکنه. خمیر را که داخل قالب انداختین، قالب چند بار تکان بدین تا که هوای داخل خمیر بیرون شود و همچنان با دمای 180 درجه سانتیگراد یا 350 درجه فارنهایت کپکیک ها را به مدت 20 دقیقه بپزین. وقتی که رنگ کپکیک ها به می اندازه طلایی شد از داش بیرون بکنین و بانین که کاملا سرد شود. بعد از سرد شدن میتونین که این قسمت بالایش کم برش بزنین و همراه کریم دیزاینش بکنین. اگر رسیپی ای کریم را میخواین ما لینکش در قسمت بالا و همچنان در قسمت دسکریپشن میمونم. ویدیو مکملش هم میتونین ببینین.
خب دوستکای عزیزی اون بود رسیپی مکمل کپکیک هایی که من میشه آماده میسازم. سریع و آسان آماده میشه اما فوق العاده طعمش خوشمزه است، عیناً مثل کپکیک های بیرون است. دیگه شما آماده بسازین، مطمئن هستم که شما را خوشتان میاد. تشکر از اینکه ویدیو را تا آخر دیدین. امیدوار هستم که از این ویدیو خوشتان آمده باشه و از رسیپی ای کپکیک های خوشمزه لذت برده باشین. ویدیو را لایک بکنین و سابسکرایب چینل ما یادتان نره. همچنان زنگوله را روشن بانین تا که ویدیوهای جدید از دست ندین. تا ویدیوی بعدی به خداوند یکتا میسپارمتان. الله حافظ و نگهدارتان.